According to the Oxford Learners Dictionaries, riches is a noun referring to the large amount of money or valuable and beautiful possessions. طبق گفته دیکشنری آکسفورد، ثروت به دارایی‌های مادی و معنوی میگویند که بسیار برای فرد مهم هستند. سلام، به ویکند شو خوش اومدید. من عبدالله هستم و امروز میخوایم درباره ثروت با آقای امیرحسین و آقای الیاسام صحبت کنیم. آقای الیاسام و آقای امیرحسین، حالتون چطوره؟ بد نیستیم. بنده خوب هستم. اوضاع خوبه. خوش اومدید به اپیزود اول. بله، اپیزود اوله و بله. خودت چطوری آقای عبدالله؟ منم خوبم، مرسی از دعوت آقای الیاسام و آقای امیرحسین. خواهش میکنم چه حرفیه. خب بریم سراغ اصل مطلب. از آقای الیاسام شروع میکنیم. آقای الیاسام، نظر درباره ثروت چیه؟ اصلا ثروت به چه معنیه کلا؟ ثروت به نظر بنده به چیزی میگن که برای فرد اولا ارزش داره، دوما اینکه ثروت فقط مادی نیست و ثروت میتونه هر چیزی باشه. حتی ممکنه بودن یک فرد داخل زندگی یه ثروت باشه، یه وجود باشه که قطعا هم هست، مثل وجود مادر. موافقم. نظر شما چیه استاد؟ آقای امیرحسین، نظر شما چیه؟ از نظر بنده که ثروت خیلی میتونه معنی داشته باشه. همونجوری که اول پادکست شنیدین، کاملا دو تا معنی مختلف، یا بعضیا میگن شبیه همه، بعضیا هم میگن مختلفه، ولی خیلی معنی مختلفی میتونه داشته باشه. هم از نظر مادی که پول باشه، هر چی باشه، هم از نظر ذهنی، بعضیا به نالج یا همون ادب میگن ریچ. خیلی میتونه معنی مختلفی داشته باشه من نظرم. خب سوال بعدیم از شما اینه که آیا مثلا ثروت فقط به پوله یا مثلا چیزهای مهمتری هم هست از قطعا نه. چون همین الان هم گفتیم، چون ثروت به دو وجه تقسیم میشه، یا ثروت رو به عنوان مادی در نظر میگیرن یا ثروت رو معنوی در نظر میگیرن. ثروت مادی همون پولیه که مثلا خیلی از همسنای ما دارن در موردش صحبت میکنن و حالت اینستایی هر روز مثلا وارد اینستا میشن و ثروت مردم رو نگاه میکنن مثلا و میگن واو چه چیز خوبی. درست. ولی ثروت معنوی اینجوریه که فقط اون ثروت فقط مثلا به مادیات چون خلاصه نمیشه. ثروت معنوی خیلی گسترده تره. ثروت معنوی به عنوان برای یک فرد ممکنه که اخلاق خوب باشه، به قول یه فردی فضیلت خوبی داشته باشه، و یه فرد دیگه ممکنه که بگه نه اخلاق مهم نیست، بخشندگی مهمه. خب این یه فضیلته و این ثروت خیلی داستان بازیه. از نظر بنده همونجوری که ایلاسان داشتن میگفتن، خیلی میتونه چیز باشه، چیز مختلفی باشه. لازم نیست فقط پول یا ثروت یه چیزی که بتونی بهش دست بزنی. هم از نظر خانواده، هم از نظر جان خوب، هم از نظر خود زمان هم خیلی میگن ثروت خیلی مهمیه، که بچهای امروزه میان میگن نه مثلا پول مهمتر و فلان اینا، ولی جدی زمان یه دونه از بزرگترین ثروتاییه که به عنوان یه انسان میتونه داشته باشه تو زندگیش، چون که بر نمیگرده زمان. یعنی تو امروز رو میگذرونی، نمیتونی فردا دوباره اون روزو برگردونی، ولی مثلا اگه ثروت داشته باشی تو همون ثروت رو دوباره میتونی فردا ازش استفاده کنی. در واقع داری میگی که یه سری چیزا رو نمیشه با پول خرید. خب یکیش مثل زمانه، یکیش مثل علم، بدن سالمه، یکیش مثل علمه. تو علمو میتونی بخری، ولی اینکه خودت انتخاب کنی که اون علمو داشته باشه خیلی فرق داره. مثلا خیلی از آدما هستن که میان مدرسه ولی در مورد علم هیچ یاد نمیگیرن، چون صرفا مدرسه اومدن رو براشون یه وظیفه میدونن برای خودشون. کاملا درست، موافق. به نظر شما کدوم یکی اصلا مهمتره؟ آیا معنوی مهمتره یا مادی مهمتره؟ فکری همون معنوی مهمتره؟ به نظر کدوم یکی مهمتر از همه شونه؟ به نظر من که قابل مقایسه نیست، چون هر دوش نیازه واسه زندگی. هم ثروت مادی نیازه واسه خرجای روزمره، هم معنوی نیازه واسه حالا دونستن هر چی، یا نمیدونم جون خوب، بدن خوب. همه این دوتا خیلی مهمن به نظر من. ولی نظر من این نیست. به نظر من ثروت اکثرا ثروت فکری و ثروت معنوی مهمه. ثروت فکری یعنی چی؟ ثروت معنوی یا ثروت فکری
یعنی اینکه ما داریم در مورد ذهن یک فرد صحبت میکنیم که این ذهن ثروتمنده. ذهن ثروتمند یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بگیم که این ذهن ثروتمند شامل مثلا اخلاق خوبه، نمیدونم یه دیسیپلین خوبه، یه لایف استایل خوبه و این به قول خودمون ثروت فکری باعث به وجود اومدن ثروت مادی میشه. ولی تو اگه ثروت مادی داشته باشی ولی ثروت فکری نداشته باشی، ممکنه مثلا یه روز برنده لاتاری بشی و $1,000,000 بگیری و آخر سر همون روز همشو از دست بدی و همشو بکنی چه میدونم، همشو بکنی به خونه که تبدیل میشه به قرض، هزینه برق، هزینه گاز. و اینجوریه که تو به یه سطحی نیاز داری، به یه سطح ثروت فکری نیاز داری تا ثروت مادی رو هم کنترل کنی و هم ثروت مادی رو به وجود بیاری. پس به نظر من این شکلیه. موافقم. من آره موافقم کاملا. به نظر شما داشتن ثروت به معنی این که مثلا یک فرد خیلی خوشبخته یا مثلا دیگه تا 7 نسلش دیگه اون مثلا نسلشون دیگه خوشبختن، مثلا نظرتون چیه که به معنی این که خیلی خوشبختی یه فرد نسبت به ثروتش مثلا خیلی خوشبخته؟ من به نظرم درسته طرف ثروتمند باشه، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی، چون به هر حال برای اون فرد مهمه دیگه، دارایی مهمی محسوب میشه و وقتی طرف اونو داره لذت میبره. حالا چه ثروتش پول باشه، چه ثروتش بودن در کنار خانواده یا حتی میتونه خوندن یک کتاب باشه که این برش ثروت حساب میشه. خب و به نظر من افرادی که ثروت خودشونو میشناسن و میفهمن که این ثروت براشون و میدونن این ثروت براشون مهمه، آدمای خوشبخته چون اونو دارن. به نظر من این سال هم ربط، یعنی یه ربطی داره به سال قبلی. مثلا ما میگیم ثروت فکری، خب تو باید علم اون پول در آوردن رو باید داشته باشی دیگه. علم اون پول در آوردن رو داشته باشی دیگه، اون ثروت فکری خودش میاد، چون تو علمشو داری، میتونی به چند نسل این همین جوری مثلا ربط داشته باشه. پس داری میگی که ثروت فکری از همون ثروت مادی رو برات به وجود دقیقاً، میاره و تو رو آدم خوشبخت‌تر میکنه. دقیقاً. ولی این به نظر من بستگی به انسان داره، چون خیلی از انسان‌ها هستن که از تجربه آدمای قبلشون استفاده نمی‌کنن، از تجربه خانواده‌شون استفاده نمی‌کنن و اون علمی یا همون ثروت معنوی رو که نیازه نمیگیرن و فقط ثروت مادی رو میگیرن از خانواده‌شون. خب اون ثروت فکری به وجود نمیاد دیگه. اون ثروت فکری در زندگی واقعی بعداً شاید بهشون نشون داده بشه، ولی اون ثروت فکری متوقف میشه و عملاً به وجود نمیاد و باعث بروز خیلی از مشکلات میشه. خب به نظر من حالا نسبت به سوال، ثروت بر همه خوشبختی میاره. هر کسی هر چیزی که اونو داشته باشه، وقتی فرد اونو داره خوشبختیشو داره. حالا با این تفاصیل برابری تو این سیستم، همین سیستم دنیوی، همین سیستم دنیا، یک توهم یا مثلا یا واقعا وجود داره؟ به نظر من وجود نداره، چون همیشه یک فردی هست که مدیره و همیشه یک فردی هستش که داره برای اون مدیر کار میکنه و نمیتونیم بگیم فرد برابری وجود داره. نمیتونیم بگیم که این مدیر و این کارمند هر دو با هم برابر هستن. در نتیجه به نظر من توهمه. به نظر من که این سوال کلا زاویه، بعد زاویه دیدی تو یکم بیاری عقب‌تر که به این سوال نگاه کنی، از یه زاویه دیگه بعد به این سوال نگاه کرد. چون که برابری فقط این نیست که حالا مثلا این فرد دوه تو یه چیزی به مثال و این فرد هم مثلا دوه، واسه همین برابرن. میتونه یه فردی ثروت مادی خیلی زیادی داشته باشه و یه فردی خیلی ثروت معنوی زیادی داشته باشه و یه جوری میشد گفت که این دوتا همدیگه رو اوریج میگیرن، بالانس میکنن. ولی اگه بخوای مثال اینطوری بزنی که مثلا این فرد با این فرد ثروت معنوی فقط کدوم یکی بیشتر دارن، شاید این یکی فرد نمیدونم توی فلان کار خیلی ثروت معنوی داشته باشه ولی اون یکی فرد مثلا چه میدونم معلم باشه، ثروت معنویش توی یاد گرفتن یا معلمی باشه. واسه همین یه زاویه دیده، بعد زاویه دیده تو عوض کنی واسه این سوال. فکر کنم منظورتو متوجه شدم. تو منظورت اینه که تو نمیتونی صرفا بگی که برابری نسبت به طبقه جامعه‌ای وجود داره. آفرین. خب
یعنی داری میگی که طرف حتما در لحاظ چه میدونم ثروتمند، مادی، پولی برابر لزومی نداره باشه، ممکن مثلا در خیلی لحاظهای دیگه با طرف برابر باشه. ثروت معنوی شاید یه فردی ثروت معنوی توی چنین یه کار دیگه داشته باشه، این فردم توی یه کار دیگه. نمیشه گفت که این بیشتره این کمتره. فهمیدم. بستگی به خود انسان داره و علاقه‌اش. من موافقم که هر فردی نمیشه با هم مقایسه کرد. آره درست میگی. آیا کار کردن توی جاهایی مثل استارباکس یا رستوران‌های معروفی مثل مکدونالدز برای نوجوانان خوبه و چرا؟ و آیا پول درآوردن براشون مهمه یا چجوری؟ منظور اینه که درآمدشون مهمه؟ درآمد یا اون وقتی که میذارن براشون واقعا ارزش داره یا مهمه؟ به نظر من که تجربه خیلی خوبی میشه واسه اون نوجوان، حالا از نظر حرف زدن با بقیه و اینکه پولش هم در میاره دیگه، یعنی پول هفتگی یا ماهانه خود خرجای اون نوجوان در میاد واسش. هم از اون خوبه، از اون نظر خوبه، هم از نظر اینکه اون تجربه حالا سیستم کاریو داره اون نوجوان، یا از تجربه نمیدونم همون که گفتم حرف زدن با آدمای دیگه داره، چون خیلی فوبیای همین حرف زدن رو دارن، اون میتونه اونو کمک کنه. و اینکه بهش یه زندگی دیسیپلین رو از یه سن کمی شروع میکنه نشون دادن، یه زندگی که حالا صبح بلند میشی و یه کاری انجام بدی و برمیگردی حالا کارهای خودت تو خونه انجام میدی. به نظر من تو این بحث کار کردن تو اینجور پست ها، خب از نظر من کلا این که برای شغل اول اون تجربه و این صحبت کردن با آدما، تجربه کاری و حالا کاری به حقوق و درآمدشو ندارم، تجربه کاری و جامعه گر بودن، یعنی بیشتر تو جامعه باشی، از نظر من این واسه کار یا شغل اول چیز خوبیه. یعنی واقعا با این شغل موافقم، ولی نه برای همیشه، برای یک مدت خیلی کوتاهی که یک تجربه تو کار کردن تو یه شغلی داشته باشه، یه تجربه کوتاه داشته باشه، نه برای همیشگی نباشه. آره منم موافقم، چون فرد اولا که وقتی داریم وقتی یک نوجوانی داریم که داره از سن اوریج مثلا بگیم 15 سالگی داره کار میکنه، آروم آروم وارد جامعه میشه، میفهمه که مثلا چه چیزهایی وجود داره. نمیدونم اگه مثلا جای اداری وارد شه، مثلا در مورد مالیات متوجه میشه، جای مثل مکدونالد بره در مورد جامعه متوجه میشه که این جامعه چطوریه، چطور باید با مشتری صحبت کنی، صحبت با مشتری مداری رو باید یاد میگیره. و اون بحث پولش بیشتر مهم نیست، چون فرد چیزی رو به دست میاره که بعدها میتونه ازش خیلی بیشتر از اون کاری که داره میکنه پول در بیاره. اون پولی که میگیره به نظر من یه چیز اضافه است، اون یه جایزه است. اون واقعا یه جایزه است. آره چون اون وقتی داره فرد اونجا کار میکنه یه سری چیزا واقعا به دست میاره. یه سری اولا که ما واقعا تو عصر روابطیم و روابط درست کردن خیلی چیز مهمیه. در نتیجه وقتی داریم در مورد یه چیزی شبیه کافی شاپ و مکدونالد صحبت میکنیم، این روابطن که شکل میگیرن برای آینده. و فرض کنیم طرف 15 سالشه و وقتی یه یه روابطی ایجاد میکنه، اون سودش رو 30 سالگی بهره میبره و فردی که تقریبا 25 سالگی داره این کار رو انجام میده، اون روابط رو احتمالاً شاید 40 سالگی بتونه استفاده کنه. خب و از زود شروع کردنش خیلی امتیاز خوبیه برای یک نوجوان که بتونه از خونه بیاد بیرون و یه دلیلی داشته باشه که هر روز صبح بیدار شه و کار کردنش واقعا خیلی براش مفیده. یه چیزی که میخواستم منشن کنم اینه که به علاوه این که حالا تجربه و پول پاداشی، به نظر من به خیلی از بچه‌ها نشون میده که کار سخت واقعا کار سختی. یعنی مثلا دیدی بعضی از بچه‌های امروزه جوری که با آدمایی که حالا توی استارباکسی توی کافی شاپی کار میکنن چه رفتار بدی دارن، اون رفتار رو یه جوری درست میکنن. منظور اینه که معنی پول رو درک میکنن. آره دقیقاً. و روز اول که احتمالاً میرن داخل چه میدونم هر جایی، وقتی میخوان شروع به کار کنن میفهمن که بابا و مادرشون چقدر
سخت تلاش میکنن که ارزش پولو میفهمن. آره و اونجا چقدر سخت تلاش میکنن برای اون پول و اون ارزش پولو میفهمن و خیلی الان این مشکل رو دارم با بچه هاشون که مثلا من دوستی دارم که مثلا داداش کوچیکترش آیپدش رو خراب کرده بود، بعد داداشش اومده بود میگفتش که نمیخواد بر من تعمیرش کنین آیپدمو، بریم بر من یه دونه جدید بخرین و اونجاست که باید به فرد به طرف مقابل نشون بدین که واقعا ارزش پول اینجوری نیستش که در یک کلمه بگی آره باید عوض شه کلا، چون فرد ارزش پول رو نمیدونه دیگه و حالا بعدن که شاید بره سر کار اونجا متوجه میشه که واو واقعا اگه این آیپد رو عوض میکردم خیلی کار برای پدر مادرم سخت میشد و آره به نظر منم اون چیزی که گفتی خیلی مهمه. اون اسپکت ارزش پول واقعا خیلی توی آره. زندگی آدمو کمک میکنه، چون که وقتی خودت شروع میکنی پول در آوردن و میخوای اون پول رو منیج کنی به این نیاز داری که ارزش پولتو بدونی، یعنی بدونی که الان مثلا من این همه پول در آوردم چطوری بتونم منیجش کنم و چطوری ارزشش رو بدونم، جلوی اون ولخرجی ها رو به قول خودمون دقیقاً بگیریم. اگه شما یک فرزندی تو آینده داشته باشید، چه توصیه‌ای درباره ثروت و منیج کردن پولی که امیرحسین گفت چه توصیه‌ای بهش میکنید، یا اصلا چه ادوایس هایی مثلا بهش میکنید که چجوری منیج کنه، چجوری نمیدونم خرج کنه، چجوری سیو کنه، چجوری نمیدونم از این کارا؟ من اگه یه بچه داشتم اول چیزی که بهش میگفتم اینه که پول اولا که نباید دنبال پول رفت. خب وقتی دنبال پول میری اون بیشتر ازت دور میشه. هر چیزی شما دنبال هر چیزی که تو زندگی بری بیشتر ازش دور میشی و فقط باید رو خودت تمرکز کنی و بگی که خب من این ذهنیت رو دارم و باید مثلا این ذهنیتم رو تغییر بدم، یه روتین بدم و یه دیسیپلینی بدم و اون به قول خودمون فکر ذهنیمون و اون ثروت فکریمون رو شکل بدیم، چون وقتی همون ثروت فکری که شکل داده میشه اون دیسیپلینه، اون لایف استایله که جا میفته داخل بدنه، داخل ذهنه، آروم آروم خود ثروت، خود اون پول، حالا نمیخوام بگم ثروت که بگه طرف بگه واو الان من ثروتمند میشم، ولی خود اون پول، خود اون تلاشت به صورت مادی یا معنوی به سمتت میاد و من اول میگم که از خودت شروع کن و اول خودتو فیکس کن و خودتو آماده کن، بعد به فکر این باش که حالا درآمدزایی کنی. به نظر من شاید این که بری دنبال ثروت مادی درسته نمیاد سمتت، ولی از سمت معنوی واقعا باید تلاش کنی. آره هم قسمت معنویشو میگم که باید طرف روی خودش اول تمرکز کنه، نالجشو بالا ببره، یه دیسیپلین به خودش بده، بعد بره سراغ قسمت پول در آوردن، چون پول در آوردن الان تو جامعه ما اینجوریه که اولین چیزی که فکر میکنن اینه که طرف اول باید پول در بیاره. خب این درست نیست. اول باید طرف خودشو بشناسه، ببینه چه کم و کسری داره، خودشو فیکس کنه و در طول این پروسه به فکر اینم باشه که حالا من مثلا یه درآمدی هم میخوام، یه باجتی هم میخوام برای خودم و این به نظر من درسته. حرف شما کاملا درسته. به نظر من که اول از همه ارزش پول رو بهش میگم. ارزش پول یه دونه از مهمترین اسکیل یا چیزایی که یه انسان میتونه بدونه و واسه ارزش هر چیزی رو دونستن، ارزش زندگی، ارزش پول، ارزش دوستات، ارزش بدن خوبه، جون خوبه، هر چیزی. ارزش اصلا یه دونه از مهمترین چیزاییه که باید بدونی و قشنگ چریش کنی. و اینکه به خودش گوش میدم، یعنی به حرفاش گوش میدم ببینم نظر اون چیه و نظراتش رو حالا به قول معروف درست میکنم. ببین این سنش هم مهمه دیگه، سنش هم مهمه، چون تو داری تو 7 سالگی به 7 سالگی قطعا نه فنی ثروت رو میفهمه، نه معنی نمیدونم زندگی و اینایی که داری نمیفهمه. ولی توی موقعیت درست، توی سن درست از اون باید واقعا به بچه، حالا به نسل بعدمون نشون بدیم، حالا لزوما بچه هم نباشه، به نسل بعد نشون بدیم که واقعا این شکلیه که پول یه ارزش خاصی داره و واقعا وقتی دارین خرجش میکنین باید مراقب باشین و آره بعد تو هر چیزی، بعد به هر چیزی نشون بدین که ارزش واقعی هر چیز چیه. شاید
یه سری چیزا واقعا ارزش هم نداشته باشن و اونجاست که دوباره باید اون ارزش واقعی اونو اثبات کنیم، بهش نشون بدیم که آره واقعا اون چیزی که فکر میکنی هم نیست، ارزشش واقعا نداره. آره دیگه، تو هر سن میتونی یه چیزی رو بهش بگی. مثلا از سن کم که خود گفتی دیگه، ثروت مادی رو که نمیتونه تحلیل کنه، ثروت معنوی مثلا چه میدونم راه رفتار رو بهش میگی، اونم نمیتونه تحلیل کنه. اون معنی دیسیپلین و زندگی رو که نمیتونه. دیسیپلین رو نمیگم. حالا مثال میزنم، مثلا چه میدونم اخلاق خوب. خب اخلاق مثلا بهش بگم که خب پسر مثلا اخلاق خوب مثلا در جامعه ما به این شکل ارزش داره. خب اون بازم متوجه نمیشه که سطح ما باید اون باید با رفتار، اون باید، چون بچه‌ها اکثرا با رفتار ما یاد میگیرن، اونو باید در رفتار ما ببینه، در اخلاق مثلا باید در رفتارمون ببینه، نمیدونم نوع خرج کردن رو باید در رفتارمون ببینه که ما مثلا چطوری خرج میکنیم، چطوری با مردم ارتباط میگیریم. و این چیزی که مثلا اگه میخوای به فرد یاد بدی، اگه میخوای به یه بچه یاد بدی، بعد مثلا از طریق خودت شروع کنی که خودت اون کار رو انجام بدی و اون فرد از قطعا اون بچه از تو تقلید میکنه. درست، ولی اون بچه فقط از تو که نگاه نمیکنه، اون بچه بالاخره میره مدرسه، با جامعه در ارتباطه و اون جامعه بالاخره که کارهای اشتباه دارن. از سن کم میشه شروع کرد. آره اونو درست میگی، ولی ما داریم در مورد ریشش صحبت میکنیم دیگه. ما تا قبل مدرسهش به هر حال زندگی میکنه طرف دیگه، و خب اونجا ما داریم ریشه رو درست کنیم که حالا هر چقدر شاخ و برگ داشته باشه، ریشه فرد سالم باشه. خب و اون ریشه از راه درست بیاد بالا و حالا تبدیل به یه درخت بشه. این حالتیه. نمیتونیم از اول بگیم که مثلا نه نمیشه، بذار بره تو مدرسه تغییر میکنه مثلا چیز میشه. نه، این اتفاق نمیفته. تو مدرسه دیگه اونجا باید اون چیزهایی استفاده میکنه که قبلا استفاده کرده. مثلا شما اگه رفتار خوبی داشته باشه، مثلا پدر مادرتون، وقتی وارد مدرسه میشین شما رفتار خوبی با مردم دارین، ولی اگه نه، ولی طرف خانوادهش مثلا چه میدونم توهین میکردن به هم دیگه، وقتی پسرشون هم وارد مدرسه میشه قطعا اینجوریه که موضع‌گیری داره و آماده است به یه نفر توهین کنه. خب فکر کنم سوالات تموم شد. سوالات این هفته که تو ذهنمون بود پرسیدم و خیلیاتون جوابهای متفاوتی، دیدگاه‌های متفاوتی داشتین. خب فکر کنم که دیگه کافیه. من عبدالله هستم. منم ایلیاس هستم. منم امیرم. تا هفته دیگه بدرود.